در کنار شهر لیوکان در جنوب تاجیکستان یک دختر 22 ساله در دریا غرق شده است. مرکز مطبوعات کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 16 نوامبر سال 2023 نجات بخشان از ریاست حالات فوق‌العاده ولایت قطلان در پی انجام کارهای جستجویی جسد یک دختر را پیدا کرده از آب بیرون آوردند. ساکن 22 ساله دهه ایشان‌آباد جماعت دهات وحدت در کنار شهر لیوکان ولایت قطلان به آب دریای مکان زیستش افتاده غرق شده است. نجات بخشان بلافاصله به کارهای جستجوی آغاز کردند. جسد دختر را خود همان روز 16 نوامبر 5 کیلومتر پایین‌تر از موضع غرق شدنش پیدا کرده با دست خویشاوندانش سپردند. گفته می شود در خبر تفصیلات دیگر حادثه گفته نشده است. معلوم نیست که این دختر تصادفاً به دریا افتاده است و یا خودکشی کرده است. هر سال در تاجیکستان تا 600 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت کرده می شود. اکثر آنهایی که به جان خود قصد می کنند زنان و دخترانند که در اکثر موردها به دلیل نافهمی‌ها در عائله و یا اثر احساس در پی مناقشه با دیگر اعضای عائله‌هایشان دست به چنین عمل می‌زنند. ده‌ها نفر آنها خود را به دریا و کانال‌ها پرتافته رشته عمر خود را ختم می‌کنند. دین اسلام و اکثر دین‌های دیگر دنیا خودکشی را همچون یک عمل حرام و ممنوع و مخالف خواسته خدا محکوم می‌کنند. روحانیان مسلمان تا دعوت می‌کنند تا آنهایی را که خودکشی کردند نماز جنازه نخوانند.